همکنون که ما استاده کاروان حسینی که از شهر کویته، از شهر شهید پرور کویته تشریف آورده اینجا. این ایریه عرفات، یعنی از واجبات حج که حاجی های محترم در روز نهم در این حدود عرفات باشد. این حدود اون شما میگیرین امضا آخری تابلوهای زرد شروعه، یعنی میتونم ما شما سنتیم تابلوهای زرد همده موره در مسجد نمرک پیشتر پیش رفتیم. سیل کن مسجد نمرک هست دوی سش منی عرفات ما یک سش گروه و زمین موره اونو استیشنای قطار هست، یعنی مو شما او شاید بودیم در میان والا استیشن بودیم. این او اولش با برابر مسجد نمره دو استیشن نبودیم. این دیگه همین شب از ما که روی دوری معلومش پس چاور موبایل اینجا هم نبودیم، یعنی در میان والا استیشنش موشون در کنار میزی خیمه بود. خب تابلونی سبز بره، یعنی روی دوری والا سه استیشن، یک اون پالوی مسجد نمره یکی دیگه. یعنی اینجا روز عرفه همه حاجیای محترم از آذان ظهر بود تا غروب آفتاب، یعنی تا آذان مغرب چیزی که حاجیای دینی یک تابلوها زده، یعنی اینجا قیام مونه، یعنی جزء ارکان حج که باید حاجیای اینجا قیام کنه و این مشغول دعا و عبادت و راز و نیاز باشه. نمبر دو ایه که این جایی که الا استاده امی کوی که استاده نامش است جبل الرحمه، یعنی در فارسی کوی رحمت، یعنی جای دعا، جای عبادت، جای راز و نیاز به خدای متعال که حضرت آدم علیه السلام همینجا دعا کرده. بعض روایت میگه دعای حضرت آدم علیه السلام همینجا مستجاب شده و حضرت سید الشهدا علیه السلام امام حسین علیه السلام روز عرفه 2 ساعت دعا را در این کنار جبل الرحمه، یعنی روبرو کعبه یا چاور کعبه رو میگیره، یعنی میترقم، یعنی قبله اینی ترقمه، یعنی به سیت چپ از این کیفه حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام قیام پذیر بوده و همینجا هم دعای 2 گنته روز عرفه را استاده زیر آفتاب، همین که آفتاب شما میگیرین همین آفتاب بوده و همینجا حضرت دعا کرده. فلهذا اینجا دعا کردن خیلی عظیمه و این ایریه بسیار بزرگه، یعنی ایریه عرفات بسیار عظیمه. یعنی کسی اگر در ماه مبارک رمضان شبهای قدر دعایشان مستجاب نشنه یا توفیق پیدا نکنه دعا کنه، مگه باید روز عرفه در عرفات باشه، یعنی جایی که جگه شبهای قدر میگه که او شبها از 84 سال بالاتره. فلهذا شما انشالله خوش قسمتین که اینجا هم دعا کردین، هم نماز خواندین، هم عبادت کردین. خدا حوایج همه را برآورده بگردانه، مشکلات از شما دور بگردانه و انشالله همه موشون با حاجت برآورده شده، با دعای قبول شده، با گناه آمرزده برگردین برای تعجیل در فرج. آقا صلوات ختم کنید. اللهم صل علی